Hey guys, های جورست از سوگنگ به این ویدیو خیلی خوش اومدید. سلام چطورید بچه ها؟ چقدر گذشت؟ 1 سال و 3 ماه. 1 سال و سه ماه. 2 ماه 3 ماه راست میگی. 1 سال و 3 ماه گذشت از آخر. چقدر زمان زود میگذره. خیلی واقعا مطمئنم که شما دلتون تنگ شده بوده برای 100% کنار هم بودن ما. مطمئنم. قرار با فرشاد کلی ویدیوهای خفن بگیریم ولی نه الان بعد اوکی اسپویل نکنیم. اوکی نمیگیم الان بگیم ولی مثلا الان یهو میایم و با هم دیگه کلی ویدیو میگیریم. همین الان که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید یه ویدیو داخل چنل فرشاد گذاشتیم. بعد از مدت ها اومدیم دست پر اومدیم. چرا بهتره کنیم آقا. امروز اومدیم با هم دیگه چت های عجیب و غریب رو با هم دیگه بخونیم. چتی که تو واتساپ، تلگرام بین هر کسی بین هر کسی که با مادرش یکی با دوستش. ببینیم چه جوریه. فراموش نکنید این ویدیو رو چیکار کنید. لایک کنید، کامنت بذارید. لایک کنید ویدیو رو، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید چنل هم چنل من هم چنل فرشادو. کامنت انگلیسی فراموش نشه. بریم آقا بریم آقا بریم. من گشنمه. اشات 4 تا بشه. خودت غذا درست کن بخور. من هم سن تو بودم 3 تا بچه داشتم. حقیقتا منم نازا نیستم، به فکر آبروتونم. خفه شو احمد. یعنی منظورش اینه که ازدواج نشه منم میتونم بزام ولی به فکر آبروتم. یعنی خودش یارو میخواد بچه که به فکر آبروی اوناست. بذار زیاد وارد بحث. آره ولش کن اصلا ولش کن. بابا اومد. من دارم من دارم میرم. الکی واقعیه. غلط املاییه. من دارم میام. من دارم آخه دال پایین الف اچه. خب حالا ها یه ذره آره دیگه کم کنم. باشه دخترم زود بیا. بعد مامانم گفته که اوکی هر وقت کارت تمام. من نمیدونم حالا چه کار حالا داره میاد. منظورش که من دارم میام. بابات اومد گورو تو گم کن. خب اونم بده آخه که دارم میام. نه دیگه خوبه دیگه. نه دیگه من دارکس دارم نگاه میکنم. نه دیگه نگاه نکن قضیه. من دارم میام. خوب میاد. فقط لژندا میفهمن. اون میگه که خوبی. اون یه ساعت چند. اون یه ساعت 5:30. اون میگه لوکو خونم. خوبی. اینو ولی ساختگی نیست یا واقعیه. شاید حالا یکی اینجوری همه این ساعت‌ها توی استیکرها هست. آره همه ساعت‌ها هست. مثلا 5 و ربع هم داره. نه داره فقط 5 و 5 و نیم داره. فکرشو بکن چقدر خوب و رویاییه وقتی با هم از خواب بیدار میشیم. حتی یکی باشه زودتر از ما بیدار شه. فکرشو بکن با اون دسته کوچیکش بخورمش الهی. دست که نداره عزیزم. That right there is emotional damage. فهمیدی؟ اول صبح چی میشه؟ اون فکر کرده بچه‌شون رو میگه. احتمالاً اونی که فکر کرده بچه‌شون رو میگه دختره است. آره دیگه. یعنی خوابای دیده برای بچه و اینا ولی نمیدونه که قبل از اینکه تو بیدار شی چی بیدار میشه. یکی دیگه یا یه چیز دیگه ممکنه که خیلی واقعا از تو بعیده اینجور مکالمه رو میخونی. زشته واقعا. خب حقیقته. حقایق زندگیه. بعد کات کردن خود واقعیشو نشون میده. حالا که کات کردیم باید پول همه کافه‌هایی که با هم رفتی رو بدی. عجب من که همیشه دنگ خودم رو میدادم. باید دنگ منم بدی. چون اگه تو نبودی من که اونجا نمیرم. راست میگه. واقعا خیلی منطقیه. واقعا منطقیه. خب شاید چرا برعکسش نباشه. اون دنگ اونو بده. اصلا کی چرا دنگ میداده؟ همین مگه تو رابطه قرار نمیرفت پسر. ولی خب ولی ببین توی سوئد هر کی دعوت کنه باید اون چیکار کنه؟ نه هر کی دنگ خودشو میده. جدا یعنی اگه یکی رو مهمون نه زشتی نیست. ببین اتفاقا درستش همینه. نه درستش همینه. به نظر من درستش اینه که آقا همه چیز نصف نصف. خب ببین اینجوریه که اگه طرفو مهمون کنی یارو پشماش میریزه. مثلا میگه واقعا من جدی مهمون تو میخوای حساب کنی اینجوری. ببین رفتم مکدونالد یا پسر جدا وایساد سفارش داد رفت نشست شروع کرد خوردن. وای نساد اون دختر غذاشو بگیره که حداقل با هم بخورن. دلیل اصلا آمار طلاق داخل سوئد خیلی بالاست. آماری که رابطه کلا تو اروپا و خارج از کشور به یه ورشون سریع هم کات میکنن اصلا خیلی بده. یعنی چی؟ اصولا با یکی میری سر قرار تو دیگه باید حساب کنی. آره ترجیحاً وقتی مثلا پیشنهاد میاد مثلا میتونم به یه درینک مهمونتون کنم. البته این میتونم به یه درینک مهمونتون کنم مال یک شب تو که مال رابطه‌های کوتاه مدت. مرزهای مخزنی جابجا شد. سفید خیلی بهت میاد. تو هم سفیدی. این الان مخو زد. الان با این کار چی شد اصلا؟ چه اتفاقی افتاد؟ سفید خیلی بهت میاد. تو هم سفیدی. خوبی؟ یعنی چی؟ یعنی که داشتم تو که سفید خیلی بهت میاد. حتی هم برمیگردی میگی تو هم سفیدی.
My God, it's Albert Einstein. نمیفهمم دیگه دختر سفیده بادیش. آخه صورتی از کجا آوردی؟ بشش کن. نه جدی میگم. نکسم به در نگاه. نمیشه گفت آخه. خوب تو خیلی من نمیدونم آره عمه من الان. الان فهمیدم. اوکی. میگم رضا. جونم آجی. آجی کیه؟ دیدی دخترها میگن جونم داداش یا داداشی؟ آره. این هم اومد اینجوری بزنه. آره اسپانیه دیگه. آجی و میگم آقا. جدی؟ آره دیگه میگم رضا، اونم میگه جونم آجی. راست. اسپانیا میگن آجی. یعنی نهایت بقیه شهرها میگن آبجی. اسپانیان که میگن آجی. آره راست میگی. آره. آره دقت نکردم. داشتم. من که اسپان زندگی کردم نمیدونستم. مخ زدن به روش جدید البته برعکس کار میکنه. سلام مرسی. یعنی سلام مرسی. ببخشید آقا شما زندگی مین خیلی این فقط توی ها جواب میده. حاجی مگه میشه؟ اصلا یار باین اصلا یارو جواب بده. خود رگباری هم نمیشه. آقا شما همین الان بگم. الان مثلا جوابه. بعد مثلا اون خط خونده چقدر ذوق کرده. آره. رسیده خط سوم ریده شده تو همه ولی به نظرم جوابه. یعنی همه چیز اینجوری پشت سر هم بری. پیکاپ لاین دیس. آره خوب بود. به نظرم که جوابه. باحال بود. یارو جوابشو میداد. دوست پسرش حالش خوب نبود واسش چیز فرستاد. چیز گفته حالم خرابه. حالش تخمی بوده بعد نشه واسه اینکه یکم حالت خوب شه. ببین چه دوست دختر خب خوبی. چی فرستاده؟ عکس قدی جذاب. عکس قدی برهنه مثلا. حالا ما نمیدونیم. من اون کلمه انگلیسی رو استفاده. عکس خاک برسریه. عکس خاک برسری قدی. ببین چقدر حال پسر خوب کرده. حتی ما بعد حالشو نفهمیدیم. آخه بستگی داره از چی حالش بد باشه. یه مدل حال بدی داریم که با این عکس ممکنه درست. یه مدل حال بدی داریم با عکس هم درست نمیشه. با فوتبال شاید. خواستم بگم 90% مواقع حل میکنه. آره اون 1% باید چیکار کنیم؟ اوکی. جوری که نگران درساشه. هیچ تکلیف امتحان تو درس عربی که شرکت نکردی. تا الانم 4 نمره مستمر از دست دادی به دستک. اگه تا سه شنبه تکلیف 3 درس آخر رو به پی وی نفرستی حذف نمره مستمر رو پایان ترم هم صفر بدون هیچ ارفاقی. به بادمجون. هیچی اصلا دست دادن. با بادمجون سانسور کرده به چیزمون. قشنگ هیچ واسه دست دادن نداره. آره دیگه یعنی که به هر ببین یعنی یارو به پایان خط رسیده. هر گوی میخوای بخوری. مثلا که چی حال نمرم داره. یه درس هم افتادیم که افتادیم به جهنم. واقعا اعتمادا از بین رفته. داداش میشه یه 5 تومن بهم قرض بدی؟ داداش مشکلی نیست فقط چکی چیزی داری به عنوان وثیقه؟ والا داداش چک نه ولی یه چیزی که تموم داراییمه میتونم پیشت بذارم. من بهت اعتماد دارم مشکل نیست داداش. چی هست حالا؟ چیزمه میخوای پیشت باشه که یه وقت من اگه پولتو خوردم تو هم چیزمو بخوری. لعنتی حاجی این اومده بود اذیت کنه نه بود پول قرض بگیره چون اینجوری مثلا تو این آخریو بخونی همونو بلاک تموم گمشو به دستک. پول میخوای اینم کردی تو دهنمون همون پدرسک. خیلی باحالو. مهدی چیکار کردی؟ مهدی عشقم از نظر تو همون چیزی بودم که تو رویاهات میدیدی؟ نه بابا تو خیلی بیشتر از زن رویایی من هستی. مثلا چقدر بیشتر؟ حدود چه Emotional damage. حاجی خیلی بدی که حاجی مثلا اگه بگیم دختر رویای 60-65 کیلوه یعنی 100 کیلو بوده 100 کیلوه دیگه. حالا اشکال نداره تمرین میکنه. عشق همیشه عشق نه جدا از شوخی. اگه دو نفر عاشق هم باشن توی هر زمینه‌ای توی ساختن همدیگه از لحاظ مالی جسمی بدنی روحی همدیگه رو 100% مکمل همدیگه اینجوری یعنی میرن. منظورم اینه که همو میرن تو هم منظورم که همدیگه رو میسازن. اینا رو گوش کنید با کمک به هم. اینا که دیگه آقای فرشاد داشت گلم خوبی داشتم فشار بخور. یادش بخیر. یاد گذشته فشار بخور. جر بخور. از در 30 یاد گذشته. یا خدا. دوست پسر بالای 30 داشتن اینجوریه دوستان. خوبی؟ میشه قهر کنم؟ اگه دوست داری آره عشقم. پس من الان قهرم. اوکی شدی خودت پی ام بده. تو رو آره ببین جدی اگه سنی به بعد پسرای بالای 30 سال دیگه منت نمیشه. آره براشون مهم نیست. پس یا چوسی نیاد یعنی با شرایط کنار دیگه. وای تو خواب چرا با دختر دست گم شو. اینا مال 20 سال هست دیگه. 30 آره سال برسی اینا رو رد کردی. جواب نمیده. بدین شکل کادو برای دوست پسرم چی بخرم؟ چند سالشه؟ 16. شهریه مدرسه‌شو بده.
16 حاجی من 16 سالم بود. چرا؟ کجا بودم من؟ آره الان که فکر آره. کنم یه کارایی میکرد. من اصلا خواستم اوکی ولش کن داکش. آی برو. زهرا پیام داده گفته تو داری منو میپیچونی چند وقته؟ چرا؟ چرا هر موقع میای پیش من گوشی تو رو حالت هواپیماست؟ چون با تو احساس میکنم رو ابرام. خر شدم. در طول سگ زبون باز این زبون رو نداشتی چی کار میکردی؟ که صدا سختم این شکلی بود همون موقع با گلت بعد میگه که میمردم. بوس بهت تو بمیری من چی کار کنم؟ نمیمیرم با من سگ 7 تا جون دارم. محمد ریدی بعدم ریدی. محمد چرا تو خواستگاری همش سرت پایین بود؟ ناسلامتی و خوشحال میبودی. تو هم اگه هر روز از پدر زنت کاندوم خریده بودی سر جات میمیری. وای زنه تو داروخونه کار میکرده. بعد این خاک بر سر میرفته از سر کوچه خودشون میخره. سر کوچه خودتون بخر ببر. شاید یه جا دیگه برم میرفته میگرفته. شاید محل کارش دورتر از خونه بوده. ولی ریدی. بعدم ریدی. بدبخت شدی. وای پدره حالا داره حساب میکنه. آره داره حساب خاک کرد. هر بسته داخلش میشه تو یه سریش که تأخیر. چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ ببخشید داشتم فوتبال میدیدم. خوابیدی؟ میتونم زنگ بزنم؟ زنگ بزن رونالدو. دیدی میگم برو اصلا با همون عشقتونی که بودی. آره همینه. زنگ بزن مسی. زنگ بزن رونالدو. دادا سلام خوبی؟ خوام عکس این رو تتو کنم. سلام شرمنده من طرح مینیمال نمیزنم. چرا بخوای هر چیزی تتو کنی؟ واقعا چرا کجاش می‌خواست تتو کنه؟ احتمالاً بالای همون بالای همونو چرا باید بزنه آخه؟ شاید بلکه اون قدش اضاف شه. اصولا میگم با نداشتاتون شوخی کنی. آفرین دقیقاً همین حرکت بزنه. داداش من هر چی عکس میفرستم نمیاد واسط نمیدونم چرا. فکر کنم ننت آقا اینترنت میگه فکر کنم ننت خرابه. نه آقا نت اینترنت خرابه. باز دوباره اومد درستش کنه باز نش ننت. فهمیدم هاش عیب نداره. فهمیدم منظورت. تو این شرایط باید پاک کنی. آره نمیشه متوجه بشه داری میرینی. دقیقاً اندکی صبر. سلام شما سینگلی؟ اندکی صبر دارم عکساتون رو چک میکنم. نه متاسفم. عکسا رو چک کرده؟ علنا گفت میتونست نگه مثلا پدر سگ برو چک کن اول بعد بیا جواب بعد بیا بگو نه متاسفانه مثلا من تو رابطه. یا مثلا اصلا حقیقت رو بگی مثلا این خیلی رو حال نمیکنم. آره دیگه دیوسه این رو راسته این دیوسه. من وقتی 40 سالمه بابا شدم. سلام بابا مامان میگه پلی استیشن منو تو بردی. سلام نفسه بابا. آره عزیزم اتفاقا الان دستمه. پدره وقتی که تو پدر میشی پلی استیشن بچه تو برداشتی رفتی مثلا رفتم مسافرت جایی پلی استیشن رو بردم. میبرم ولی خیلی حس باحالی فکر کنم با بچه یعنی پدرت گیمر باشه خیلی حال میده دیگه از این به بعد 10 شب تا 12 رو با بچه‌ت مثلا پلی خیلی حال میده. میزنه جرت میده تو گیم پارت میکنه حتی میگی جوونی یادت شده. واو پسرم این ویدیو چقدر خندیدیم. چه چتای سمی بود. خیلی باحال بود. همین الان داخل کانال فرشاد که همتون دارید داخل دیسکریپشن هم هست یه ویدیو دیگه داریم برید اونم نگاه کنید. برم کلی وقت گذشته حالا با این دوتا فعلا بگذرونید تا با هم دیگه ویدیوهای خفن‌تر بگیرید. دمتون گرم. میرفتون تا بعد آتیش باشید. خوشحال نمایید.